جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم. یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن. ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد. چنگ خمیده قامت میخواندت به عشرت. بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز. مست است و در حق او کس این گمان ندارد. احوال گنج قارون که ایام داد بر باد. در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان. کان شوخ سربریده بند زبان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ. زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد. جناب حافظ از جمله کسایی است که همون اول حرف آخر رو میزنه و میگه هر کس تو زندگی میل نداشته باشه، میل ورز نباشه، به قول روانشناسا، روانکاوا، اشتیاق نداشته باشه، اندیشه نداشته باشه، دل به جانانی نداده باشه، زندگی هم وجود نداره. در ابیاتی دیگه میگه ما همچون مستی، ما همچون محتسبی که گریبان مستی رو میگیره، باید گریبان کسی رو بگیریم تا در زندگی غایتی و هدفی و معنایی برای خودمون پیدا کنیم. توفیقتان را از خدا میخوام. امیدوارم که لذت برده باشید. موفق و مؤید باشید.